یه طبیعتگردی خوشگل که برای روح و روانمون خیلی عالی کار کنه. فصل پاییز که پر از رنگ و قشنگی مثل همیشه اومده و دنیا رو رنگ و رنگ کرده. ببینید همه چی خوشگل و رنگیه. البته کمی مه‌آلود. اینجا شهر مارسبرگ آلمان هست و میخوایم بریم یکم توی جنگل از طبیعت لذت ببریم و با هم حرف بزنیم. خب من با خودم میبرمتون از اون مسیری که میخوام برم پیاده روی کنم. توی این فاصله یه خورده هم با هم دیگه راجع به چیزهای مختلف میتونیم حرف بزنیم. من جمله این که هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه بهتر از خود ما رو درمان کنه و بعد از خود ما طبیعتی که به کمک میاد، درمان میکنه، کمک میکنه و بازسازی میکنه. بدن ما به طور اتوماتیک میتونه خودشو خوب درمان کنه به شرطی که ما توش دخالت نکنیم. البته از وقتی که بشر غذاشو به شکل صنعتی داره تهیه میکنه، اونقدر مواد نگهدارنده و هورمون یا چیزهای مختلف داره اضافه میکنه به غذا و مواد اولیه و توی پروسه پخت خیلی از مواد شیمیایی رو داره اضافه میکنه یا اینکه پیدا کرده که برای مصرف آماده میکنه، مثلا این قرصای شکر، قرصای قند کوچولو که برای کسایی که مثلا حالا قند دارن خیلی شیرینه میگن اینو استفاده کنید، که این خودش یک محصول پتروشیمیه. یعنی اصلا یه چیزیه که خودش والا یادم قند بخوره ضررش شاید کمتر باشه از اون چیزی که میخوره که مثلا آسیب قند رو کاهش بده. از اون زمانی که شروع کردیم به اینطوری غذا خوردن دچار بیماری‌های مختلف شدیم. وقتی که زمان قدیم با اینجا گاو دیدم، حالا یک نکته رو اشاره کنم. ببین مثلا اون زمان که این حیوونا توی طبیعت به شکل عادی چرا می‌کردن و خیلی طبیعی غذاشون رو می‌خوردن و کسی بهشون به خاطر اینکه بیشتر شیر بدن هورمونای جور و جور و داروهای عجیب و غریب نمیداد. خب ما مشکلی با خوردن لبنیات به شکلی که الان داریم نداشتیم، هرچند که لبنیات به طور خاص به خاطر اینکه برای بچه گاو داره تهیه میشه، یعنی پر از هورمونای رشد، به خاطر اینکه به خاطر اینکه اون گوساله سریعتر رشد کنه و سریعتر روی پا بشه، این هورمونا، این مواد مغذی که توی شیر مادرش هست برای این هدف توی بدن گوساله از طریق شیر وارد میشه که منجر به رشدش بشه. خب شما موقعی که به شکل یک فرد بالغ هستی و به اندازه کافی رشدتو داشتی، دیگه به این هورمون‌های رشدی که بدن مادر ترشح میکنه از طریق شیر به بچه منتقل میشه، یعنی گوساله، نیاز نداری. این خودش باعث دیوونه شدن سلولای بدن ما میشه که بدن شروع میکنه به دلیل هورمونایی که بعد هم به شکل سنتی استروژن، پروژسترون، این چیزایی که به گاو تزریق میکنن تا اینکه شیرش رو افزایش بدن، خب اینا همه اختلال ایجاد میکنه. بدن شروع میکنه به تکثیر بی‌رویه سلولی که اصلا نیازی هم بهش نیستش.
به خاطر همین فیبروم ها دارن درست میشن توی زنها، توی تخمدان، رحم. از اون طرف سرطان های سینه، سرطان رحم و سرطان توی نقاط مختلف و بالاخص برای خانوما به خاطر اینکه توی قسمت‌های زنانه‌شون همون هورمونا رو دارن و وقتی به شکل حداکثری توی بدنشون ترشح میشه، بدن شروع میکنه به ساخت و ساز سلول‌های اضافه‌ای که اصلا نیاز نداره تجمعش باعث سرطان، تجمع این سلول‌های اضافه بشه. اصلا سرطان یعنی چی؟ یعنی یک جایی یه سری سلولی که نباید باشه داره اضافه تر از سازمان رشد میکنه و به خاطر مواد غذایی اشتباهی که آدم میخوره بدن اسیدی میشه، بدن شروع میکنه این مواد رو یه جایی برای خودش خاک کردن، یعنی چالشون بکنه. خب اون چال کردنش به چه صورته؟ توده هایی که ایجاد میکنه همه رو میبره اونجاها جمع میکنه، اونجاها پس انداز میکنه برای خودش، یعنی یه گوشه قایم میکنه که از تو چرخه طبیعی بدن خارج باشه. خب اینا همه توده ایجاد میکنه دیگه، سرطان و این چیزا همه به همین شکل ایجاد میشه. پس بهتره این که طبیعت رو طبیعی استفاده کنیم هرچی که ازش میاد. حالا البته اگه بهتره که آدم هر چقدر میتونه لبنیات کمتر استفاده کنه، به خاطر اینکه این اصلا برای مصرف بدن ما نبوده. حالا حداقلش اینه که اگر میخوایم استفاده کنیم تا جایی که بتونیم صنعتی نباشه، از دامداری که میدونی به گاوش از این چیزا نمیده مثلا تهیه بکنیم، تا اینکه حداقل خسارت رو به بدنمون وارد بکنیم. یا خودمون میتونیم ماست رو تهیه بکنیم. مثلا دیدین وقتی شیر میخرید، شیر مثلا چه میدونم چند ماه تاریخ داره، اصلا مگه میشه؟ اون دیگه شیر نیست اصلا، یعنی فقط مواد نگه دارنده است. بچه ها نگاه کنیم چقدر حال میده. حداقل کاری که میتونیم بکنیم برای خودمون اینه که کمتر به بدنمون آسیب برسونیم از طریق مواد غذایی که در اختیارمون هست کنترلش، که بخوریم یا نخوریم. همین مصرف گوشتی که ما داریم، خود این حیوان تمام مدت این هورمونا رو گرفته، زمان کشتارش به شکل وحشتناک آدرنالین توی خونش ترشح میشه، حیوان میفهمه قراره کشته بشه. این همه هورمون استرس، کورتیزول و آدرنالین که توی خونش ترشح شده، بعد چی میشه؟ کشتار میشه. و ما خیلی ها رو من میشناسم که اصلا حالا من وقتی که گوشت چرخ کرده حتی میگیرم، اونم به مقدار کم، خیلی کم من مصرف میکنم، ولی همونم که مصرف میکنم اینقدر فشارش میدم که دیگه هیچ از اون خون داخلش نباشه. ولی خب خیلی هم معتقدن نه اون اصلا همه خواصش رفت. آخه والا فکر نمی کنم خون مرده خاصیتی داشته باشه که الان خواصش بره وقتی این کارو بکنی. در نهایت هر چقدر از اینها کمتر مصرف بکنیم برای سلامتیمون بهتره. اونها هم واکسینه میشن، اونها هم داروهای شیمیایی مصرف میکنن. ما به طور کامل جهان هستی، کره زمین رو از تعادل خارج کردیم به طور خاص اگه بخوام بگم. برای همین که هیچ چیزی دیگه الان توی تعادل خودش نیست و میبینین که سطح زندگی و کیفیتش و سلامتی آدمیزاد چقدر سقوط کرده. بهترین کار اینه که خودمون جلوی خیلی از چیزهای دیگر رو که میتونیم بگیریم، مثل اینکه شروع کنیم بیشتر از گیاهان و حبوبات استفاده کنیم، یعنی در حقیقت زنده خواری کنیم، چون که اونا زنده هستن، خب مرده نیستن. از مردارخواری فاصلمون رو هر چقدر که میتونیم بیشتر کنیم، مدیتیشن کنیم، از طبیعت لذت ببریم، به درخت‌ها وصل بشی. هر درختی هم نمیشه، آدم احساس میکنه، مثلا میبینه که حالش چجوری. اگه کسایی که حالا به هر حال حساسیت ممکنه بیشتر داشته باشن از دیگران احساس میکنن. بعضی از درخت‌ها اصلا خودشون بیمارن و اصلا خالی میشی وقتی بهشون میچسبی، اونایی که خیلی حساسن. ولی تا جایی که میشه درخت رو تو طبیعت قرار بگیرین، درخت‌ها رو بغل کنین، سعی کنید فضای سبز
و انرژی سبز اینا رو احساس بکنین، خودتون رو تو شناور بدونین و از طبیعت بخواین. هر وقت که توی طبیعت میاین، اینجا توی طبیعت موجوداتی زندگی میکنن که از طبیعت محافظت میکنن. اینا توی ارتعاش ما نیستن، نمیتونیم ببینیمشون، اما وجود دارن. خب از اونا میتونین درخواست بکنی با احترام که لطفاً بدن من رو شفا بدین، چیزایی رو که نباید توی بدن من وجود داشته باشه رو از بدنم پاکسازی کنین و بدنم رو شفا بدین. و اینطوری انشالله که با یه رژیم غذایی خوب، با ورزش، بهترین سلامتی رو برای خودمون فراهم کنیم که بتونیم مسیرمون رو توی این مأموریت زمینی که داریم و تجربه هایی که باید به خاطر این زندگی زمینی به دست بیاریم، توی این بعدی که قرار گرفتیم و به خاطرش اینجا هستیم رو با سلامت به پایان برسونیم. من برای همتون یه روز قشنگ رو آرزو میکنم، یکم به دیدن ریختن برگ ها و این طبیعت شما رو دعوت کردم و امیدوارم که ازش لذت برده باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون سلامتی و آرامش از خداوند درخواست میکنم. روزتون خوش.